قلبم ایستاد. پزشکان فکر کردن مردم، اما من وارد دنیایی شدم که هیچ ترس و قضاوتی در کار نبود. فقط عشق مطلق جاری بود. اسکات از نزدیک تجربه کرد که دنیای بعد از مرگ پر از عشق، پذیرش و اتصاله. هیچ کس محکوم نمیشه و هیچ رنج اضافه‌ای وجود نداره. ما همه دیده میشیم و دوست داشته میشیم، حتی وقتی زنده ایم. پایان شوکه کننده و به یاد موندنی این ویدئو زمانیه که اسکات میگه وقتی برگشتم فهمیدم زندگی واقعی تازه آغاز شده و عشق واقعی همیشه با ماست. این داستان روایت واقعی مردی است به نام اسکات، مردی که در یک شب معمولی با ایست کامل قلبی روبرو شد و وارد تجربه‌ای شد که زندگیش رو برای همیشه تغییر داد. و بشنویم از زبان خود اسکات. وقتی دعا می کردم فهمیدم این دعا با همه دعاهای قبلیم فرق داره. قلبم هنوز می زد، اما می دونستم در آستانه ایست کامله. پزشکا بالای سرم بودن و چند دقیقه بعد بدنم از کار افتاد. اما آگاهیم نه تنها خاموش نشد، بلکه شفافتر از همیشه بود. در همون لحظه‌ای که داشتم دعا می کردم متوجه شدم سطح ارتباطم با دعا کاملا متفاوت شده. این بار دعا فقط گفتن کلمات نبود. احساس می کردم به چیزی عمیق تر وصل شدم. من حس نمی کردم از بدنم جدا شده باشم. از لحظه‌ای که فهمیدم قلبم ایست کرده، یک حس آگاهی بسیار قوی و جمعی داشتم. احساس می کردم در اتاق تریاژ یا اورژانس قلب هستم. اونها دقیقاً می دونستن که وضعیت من چقدر بحرانی است. بعداً فهمیدم تیم پزشکی که منو درمان کرد در آستانه پایان شیفت شبانه بودن و داشتن آماده می شدن که برن، که تماس مربوطه به وضعیت من رسید و به خاطر من موندن. پزشک شروع کرد به توضیح دادن درباره روند کاری که می‌خواستن انجام بدن. همون لحظه احساس کردم اشک از گونم سرازیر میشه. من فقط می‌خواستم خانواده‌م اونجا باشن. می‌خواستم حضورشون رو حس کنم. مادرم رو می‌خواستم نزدیکم باشه، کنارم باشه و می‌خواستم به پسرم بگم که چقدر دوستش دارم. بعد از اون کلمات پزشک در ذهنم محو شد و دوباره تاریکی شروع به نزدیک شدن کرد. اون حس برگشت. حس این که من واقعاً در دردسر خیلی بدی افتادم. من فقط میخواستم بخوابم و میخواستم چشمهام رو ببندم. با خودم فکر کردم این چیزهایی که دکتر داره میگه قراره درد داشته باشه. من نمیخوام حسش کنم. میخواستم یه چرت ساده بزنم و امیدوار بودم وقتی بیدار میشم همه چیز تموم شده باشه. به دکتر گفتم من الان میخوام چشمامو ببندم و خیلی خستم. این چیزایی که گفتین قرار درد داشته باشه؟ اشکالی نداره من چشمام رو ببندم؟ او به من نگاه کرد، صورتم رو گرفت و گفت باشه اسکات، فقط آروم باش، ما مراقبتیم. من گفتم دکتر لطفاً نذارین بمیرم. میدونم وضعم خیلی بده. لطفاً نذارین بدنم بمیره. او گفت تو استراحت کن و بعد گفت من درخواست قبول نمی کنم. خیلی فشار داره و لبخند زد. منم سعی کردم لبخندی بزنم و گفتم لطفاً بهشون بگین که چقدر دوستشون دارم. او جواب داد من میذارم خودت اینو به خانوادت بگی. عجیب بود. احساس میکردم خانوادم در راهن یا شاید تازه از من دور شدن. چشمام رو بستم و برای اولین بار احساس کردم همه چیز قرار خوب بشه. دیگه نجنگیدم. یه تکون نرم احساس کردم و بعد تاریکی همه جا رو فرا گرفت. احساس می‌کردم در راهرویی در حال حرکتم. با خودم فکر کردم چی بود این؟ سعی کردم چشمام رو باز کنم اما نمیتونستم. اولین فکری که به ذهنم رسید این بود وای این خیلی سریع بود. دکترها خیلی زود درستش کردن. حس می کردم خانوادم نزدیک بیمارستانن و شاید حتی به من رسیدن اما نمیتونستم اونها رو ببینم. فقط چیزی شبیه یه اتاق کم نور می دیدم. احساس سرما می کردم، احساس تنهایی. یادم میاد با خودم فکر کردم اینها باید منو بپوشونن.
مدام یه فکر تو ذهنم تکرار میشد که چرا منو کسی گرم نمیکنه و بعد میگفتم داداش چشمات بسته است. یادم اومد به دکتر گفته بودم که میخوام بخوابم. پس با خودم گفتم حتما هنوز خوابم. اما هرچی سعی میکردم اطرافم رو بفهمم همه چیز اشتباه به نظرم میومد. با خودم میگفتم نکنه مردم. بعد گفتم نه، دارم خواب میبینم. من در اون زمان در یک خلأ یا فضا شناور بودم، جایی که هیچ زمینی وجود نداشت و هیچ ابری تو آسمون نبود. اول فقط یه حاله بود، نوری گرم، طلایی و درخشان. بعد حواسم تغییر کرد و دیدم روی نقطه‌ای ایستادم در دشتی بسیار وسیع و موجدار. این مکان واقعی به نظر می رسید و من هم واقعا اونجا بودم، اما احساس می کردم در حال شناور بودنم. کم کم جزئیات بیشتری نمایان شد. علفزارهای عظیم رو دیدم که با نسیمی ملایم حرکت می کردن. باد شدید نبود، فقط نسیمی گرم و شیرین. می تونستم صدای حرکت علفها رو احساس کنم. انگار موسیقی می نواختن و با هم صحبت می کردن. در دوردست سایه های مبهم دیده می شدن، شبیه کوه هایی که از دور دیده می شن و هرچه نزدیکتر می شدن بزرگتر به نظر می رسیدن. اما این سایه ها فقط در یک جهت نبودن، در همه اطرافم می دیدم. اما این مکان بسیار زیبا بود، مثل یک نقاشی بی‌نقص. احساس می کردم این فضا رو برای من آماده کردن. اینجاست که اسکات میگه برای اولین بار در زندگیم احساس امنیت، آرامش و پذیرفته شدن مطلق داشتم. در اون دشت نورانی ترسم کم کم از بین رفت و احساس میکردم اینجا جاییه که قراره به اون برسم. نه صدای آزاردهنده بود و نه درد و اضطرابی وجود داشت. ناگهان حضورهایی رو احساس کردم. اونها هنوز شکل واضحی نداشتن، اما حضورشون واقعی و آشنا بود. انگار کسانی که سالهاست میشناسیشون بی آنکه لازم باشه ببینیشون. احساس کردم تنها نیستم. در همون لحظه نگاهم به دور دست افتاد و یکی از اون سایه ها شروع کرد به نزدیک شدن. هرچه جلوتر می اومد احساس درونیم قوی تر می شد. یه حس آشنای عمیق، حسی که فقط با خانواده میشناسیش. وقتی چهرش واضح تر شد بدون هیچ تردیدی متوجه شدم که او مادر بزرگمه. همون لبخند و همون نگاه مهربون و همون آرامشی که همیشه کنارش حس می کردم. اما جوانتر از چیزی بود که آخرین بار دیده بودم، سرحالتر و درخشانتر. و بعد مستقیم تو ذهنم به من گفت حالت خوبه؟ نترس. منظورم اینه که با صحبت به من نگفت، من کلماتشو تو ذهنم میفهمیدم. تمام ترس هام به یک بار فرو رفت. میخواستم جلو برم اما هنوز مطمئن نبودم که اجازه دارم یا نه. او خودش جلو اومد. حس آغوشش برام واقعی بود، نه شبیه خاطره و خواب. واقعی تر از هر چیزی که در زندگیم تجربه کرده بودم. در اون لحظه فهمیدم که مرده ها از بین نمیرن، فقط به جای دیگه نقل مکان میکنن. مادر بزرگم به اطراف اشاره کرد، انگار میخواست چیزی رو نشونم بده. احساس کردم این تازه آغاز ماجراست. اسکات در ادامه میگه احساس کردم چیزی بیشتر از یک دیدار ساده بین من و مادر بزرگم در جریانه. او فقط نیومده بود که من رو ببینه، اومده بود تا چیزی رو به من بفهمونه. با احساسی که مستقیم وارد وجودم میشد، ناگهان فهمیدم که اینجا همه چیز بر پایه عشقه. نه عشق زمینی مشروط و نه عشقی که قضاوت کنه و نه عشقی که بگه تو خوب بودی یا تو بد بودی. اینجا پذیرش کامل وجود داشت. مادر بزرگم به من نشون داد که در این دنیا هیچ کس محاکمه نمیشه. هیچ دادگاهی وجود نداره و هیچ انگشت اتهامی بالا نمیره. هیچ صدایی نیست که به تو بگه تو اشتباه کردی. احساس کردم تمام اشتباهات زندگیم بدون اینکه توجیه بشن و انکار بشن فهمیده میشن. نه اینکه بخشیده بشن، بلکه درک میشن. انگار میگفت تو انسانی و انسان بودن یعنی خطا و این خطاها باعث طرد شدن در این دنیا نمیشه. در همون لحظه فهمیدم که ما بعد از مرگ
با نسخه ای صادق تر از خودمون روبرو میشیم. نه برای تنبیه، بلکه برای فهمیدن انسانیت. انگار خودت رو نگاه میکنی با چشمی که پر از عشقه و این عشق از جایی بیرون از تو نمیاد، از خود هستی میاد. مادر بزرگم به من منتقل کرد که هیچ کس اون طرف تنها نیست، هیچ کس رها نمیشه و هیچ کس جا نمیمونه. همه دیده میشن، شناخته میشن، دوست داشته میشن و درک میشن. بعد از این فهم ناگهان زندگیم روی زمین برام واضح تر شد. فهمیدم چرا این همه از قضاوت میترسیدم، چرا مدام خودم رو سرزنش میکردم، چرا فکر میکردم به اندازه کافی خوب نیستم. چون حقیقت رو فراموش کردم. حقیقت این بود که ما از جایی اومدیم که قضاوت وجود نداره و به همونجا برمیگردیم. بعد از این آگاهی مادر بزرگم این پیام رو به من منتقل کرد که هنوز وقتت نرسیده. با اطمینان به من گفت. انگار میدونست که من حالا چیزی رو فهمیدم که باید با خودم به زمین ببرم و همونجا بود که آروم آروم از اون دنیا فاصله گرفتم. بعد از فهمیدن پیام مادر بزرگم احساس کردم همه چیز واضح و روشن شد. دیدم که این دنیای بعد از مرگ پر از ارتباط، عشق، پذیرش بی قید و شرطه. هیچ کس محکوم نمیشه و هیچ قضاوتی وجود نداره و هیچ رنج اضافی برای اعمال گذشته نیست. تمام رشته‌های نور، حضورها و شکل‌های مبهم که قبلا حس کرده بودم، همه یک شبکه متصل از زندگی و آگاهی بودن. مثل نخ‌های نورانی DNA که به زمان و فضا مرتبطن. تمام زندگی‌ها، خاطرات، عشق‌ها و تجربیات انسانی با هم گره خوردن. مادر بزرگم دستم رو گرفت و گفت با همون نگاه مهربون و آرام بخش که پسرم، اینجا قضاوت وجود نداره. این عشقه که همه چیز رو پوشش میده. احساس کردم همه چیز به هم مرتبطه. زمین، ستاره ها، کهکشون ها، تمام موجودات زنده، حتی خود من، همه بخشی از این انرژی عظیم و زنده هستند که فقط یک اسم رو میتوان براش گذاشت: خدا، عشق مطلق، هستی بی پایان. مادر بزرگم لبخندی زد و اشاره کرد که هنوز وقتت نرسیده. چیزی رو یاد گرفتی که باید با خودت به زمین ببری. قضاوت اینجا وجود نداره. در همون لحظه حس کردم به آرومی از دشت نور دور میشم. مثل بیدار شدن از یک رؤیای کامل و شیرین. نور محو شد و دشت از دیدم پنهان شد و دوباره صدای واقعی، نور واقعی و حسهای واقعی به بدنم برگشت. یک تکون خوردم و احساس درد در قفسه سینم. صدای پزشکان و مانیتورها رو دوباره شنیده شد. نفس کشیدم، دستم رو فشار دادن. چشمام رو باز کردم و فهمیدم که به این دنیا برگشتم. اما دیگه اون اسکات سابق نیستم. چیزی درونم تغییر کرده بود. دانش از دنیای بعد، از عشق بی قید و شرط، از اتصال همه موجودات و پذیرش کامل خود و دیگران. همه با من بود. و از اون روز به بعد زندگیم با آگاهی از این حقیقت جدید شروع شد که مرگ پایان نیست، بلکه درک و تغییر مسیره و زندگی واقعی با عشق و پذیرش آغاز میشه. این تجربه نزدیک به مرگ واقعی پیام روشنی داشت: زندگی رو با عشق و پذیرش زندگی کن و بدون که هر چیزی که الان هستیم و هر چیزی که انجام میدیم بخشی از مسیر بزرگ هستی است. اگه این داستان برات تکون دهنده بود و میخوای بیشتر درباره تجربیات نزدیکی به مرگ و رازهای دنیای بعدی بدونی، همین حالا کانال ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا هیچ ویدیوی جذاب و شگفت‌انگیزی رو از دست ندی و حتما این ویدیو رو با دوستانتم به اشتراک بذار و ازت میخوام که در کامنت ها به ما بگی که اگه شما هم فرصت یک نگاه کوتاه به دنیای بعد رو داشتی، دوست داشتی چه چیزی رو میدیدی؟ ما مشتاق شنیدن تجربیات و نظرات شما هستیم.